عبرت گیره و هم نمیخواست که بچه آکاش و همسرش پرتایی رو یکی مرد کسی را اجازت نمیگیرم نمیپرسه اون احتام خدا خواهم مقام شهادت یا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون ما همه بندگان خدا هستیم و بازگشت ما به سوی خداست. هر روز جنازه میخوانیم، هر روز تابوت را میبینم، هر روز چشمان پر آب پدر مادر میبینم. دیروز 12 سال بچه که جنازه کردم که فردا امتحان مکتبش بود، اما برای آبازی به رفیقاش میرخت لبی حوش آبازی بکنم سنبردش آوردم. خلاصه عزیزان من، بچه های جوان، پیغمبر بزرگوار صلوات ربی و سلامه علیه همین ما و شما را هشدار میدهد، همین ما و شما را بیدار میکند، میفهمانه که شما در اختیار خودتان نیستید. بنابر به جوانیتان فریفته نشوید، به تن صحتیتان مغرور نشوید، زیرا که ما و شما از دیگر جا نظارت میشویم و کنترل میشویم. هرچی او خواست همون میشوند. هزاران لاله رخ چون غنچه سر پیچیده رفت آخر، بروید لاله از عکس رخی هر محجبین بینگر. چه جوانای زیبا را ما زیر خاک کردیم، چه گل دخترای شهلا چشم ما زیر خاک کردیم، چه پهلوانا را بردیم و به خاک سپاریدیم، چه علما و دوستای خدا را طعمه کرمای لحد کردیم. اما افسوس عبرت نمیگیریم، افسوس که از خواب غفلت بیدار نمیشویم. به گفتی مولانا جلال الدین رومی خدا رحمت کند، چه دانی مرگ را تا خود نمیری. ببین تا خودت بالا نبی خیال میکنی که برای دیگراست من مونده میگنه. نه عزیزی من، رسول خدا گفتن استعدوا للموت قبل نزول الموت. شما خودتان به پیشواز مرگ همیشه آماده کنه پیش از آن که مرگ به سراغ شما میبیاد. یعنی آمادگی چی میشه؟ عزیزان من، سحر نماز بامدادتان خانه بیاید در مسجد با جماعت با خدای خود مناجات کنه و آغاز روز به عبادتش شروع کنه. از کفای کار و بارتان شوید تا پیشین کار کنه. این کار عبادت است، این خدمت خاندان عبادت است، این خدمت برای مردم عبادت است. وقتی که شما را از یاد خدا من نکنند، خدا خواهد این از آمادگی به مرد. هم کار دنیا میکنی، هم عبادت خدا، هم به خاطر خدمت خاندانت حرکت میکنی، هم برای توشی آخرتت مسجد میری. الان ببینه همراه این دادری من نه برادراش میرن، نه امکیاش، نه همسرش میردو، نه او طفلی که زیبایی که به امید گرفته بود و کلام کرد که در پیری من دستیاری میکند. ایش کدامش نمیرند، خودش تنها میرد. همه هستند و همراه تو تا گور، زن و فرزند و اخوان و زر و زور. روان این همراهان غمناک با تو، نیاید هیچ کس در خاک با تو. کدامش در خاک؟ بنابراین ما باید خمان توشمان و قدیمان بریم، ما خمان باید خانه قبرمان آباد کنیم. انشاءالله این دادر ما سفربک جوان خوبه بود، چگونه بابای نصرالله هم گفته من همه کیاشم خدا جاش جنت کنه. این مرگ که ایشان از این عالم برد، این مرگ مقام شهادت دارد. رسول اکرم پرسیدند که یا رسول الله شهدای امتی تو کیا هستند؟ حضرت یکی شمار کرده آمدن و گفتند من قتله بطنه فهو شهید. هر کسی که با کسلی های درون می وفات میکنه
مثل کسل سرطان است و مثل دیگر که بیماری های درونی او شهید است. خدا خواهی دادر ما شهید است. سن 32 ببینه، وقتی شیرینی عمر، وقتی گل شکوفایی، وقتی آرزو امیدهای طولانی، اما همش پرتا چون طوفان دیشب که درختار شکست، آرزوی این خدادر ما را شکست من بالای تابوت خوابت. الان در این تاریکی شب بخانی قبل میرم، ما بخانی روشن بالای کرپه میریم، سفر به خانی تاریکی لحد بالای خاکی خنک میره. دعاش کنیم خداوند این سفر دور و دراز براش آسان کنیم. خداوند خانه قبرش براش حجری عروسی گردان. خداوند اون مقام شهادت که برای کسلی های درونی پیغمبر زیباد وعده کرده دادر ما را بنصیب گردان. پروردگار از زبانش به گفتن کلمه لا اله الا الله گویا گردان. ایمان و عمل های صالح شرفیق قبرشو برادراش و خاندانش خداوند صبر در ذمه‌اش از نماز روزی چیز مانده باشد. خداوند غفور و رحیم است. اما قومای عزیز یار و دوستاش و رفیقاش حق عبد خدا برای شهیدا هم نمیگذارد، زیرا تا صاحبش راضی نشه و خدا وی قبول ندارد. پس کدام شما ایگان که قرض امانت گرفته باشه با شاهد و حجت بشه که انشاءالله برادراش میکرد و دیگر قمداری و همسایه‌داری از کدام شما را نظر و غیبت کرده باشد، بخش خدا بخشنده ها را دوست ندارد. پروردگار همتان قومای عزیز خصوصا این جوانان را عمری دراز از این عمری جوانیشان با طاعت خدا بهره برند و فایده کنند. مانند این دادر ما حسرتی بخانی قبل برند. یا رب العالمین.